همونطور که بهت گفتم قراره یکی از ساده ترین و مهمترین گرامرهای زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. فعل بی توی زمان حال توی جمله های مثبت. خیلی شنیدی فعل بی 3 تا حالت داره: am، is و are. مهم اینه که بدونی کجا کدومش استفاده کنی. اول همه نیاز به سابجکت داریم و بعد حالت مثبت فعل. بعد هماهنگی بین سابجکت و فعلی که استفاده میکنی وجود داشته باشه. از الان تا همیشه یادت باشه. وقتی داریم راجع به من حرف میزنی میخوای بگی من هستم، از am استفاده میکنی. I am. مثال I am الهام. I'm شکل کوتاه شده I amه. به خاطر اینکه روانتر صحبت کنی میتونی بگی I'm. چه موقع is استفاده میکنی؟ وقتی سابجکتمون او باشه، she چه خانم باشه، he چه آقا باشه و یا داریم راجع به یک شیء حرف میزنیم. مثلا She is my teacher. مخففه. She's my teacher. He is Ali. He's Ali. It is a desk. It's a desk. پس ببین چه جوری مچه. I am. She is. He is. It is. و KR استفاده می کنی. We are. You are. They are باشه. مثلا We are friends. We're friends. short formش. You are a student. You are students. این چون یه دونه student میشه تو یا شما اگه مؤدبانه باشه و students این شما هست. short form you are your. They are Ali and Sarah. They're Ali and Sarah. الان وقتشه بریم تمرین ما رو انجام بدیم. practice time. فارغ از معنی جمله ها میخوایم بریم شکل مناسب فعل رو برای این جمله ها انتخاب کنیم.